با سلام و درود. ما دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما در مورد پروتون پمپ انهیبیترز یا پی پی آی یا اومپرازول و ایزومپرازول و دکسلانساپرازول و امثال از این است. خب این سکچ جهاز هاضمه با شماست. روده های کلان، ستمک یا میده. کپسول های اومپرازول و پنتاپرازول اگر بر مدت طولانی استفاده شود شیر به بار میاره. خوب این کپسول اگر خورده شد inhibiting acid production by parietal cell، ساخت و ساز تیزاب توسط حجرات پرایتال کمتر و متوقف می سازه و استفاده طولانی مدت یا prolonged use leading to illness سبب بروز بیماری می گردد. هایپوکلورهیدریا یا کمبود و کم شدن در تولید تیزاب معده که خودش یکی از علتهای اندایجستشن یا دیسپپسیا است، مین کاز اف اندایجستشن. خب اگر بر مدت طولانی از این کپسول‌ها استفاده شده و در نتیجه تیزاب معده کم شد چی باید کرد؟ برای رفع معضله میریم به برعکس اسید پرودکشن تراپی یا اسید استیمولیشن تراپی. قرص ها یا تابلیت های به نام بیتین جمع پپسین در 500 میلی گرم و 1000 میلی گرم موجود است. اگر حس میکنیم تیزاب معده کمتر شده و سالهای طولانی از پی پی آی استفاده کردیم میتونیم از این تابلیت ها استفاده کنیم. ولی وارنینگ و با خبر، در صورتی که تابلیت سبب دلجوشی شد فوراً باید متوقف شود. ممنون. تشکر.